اکرام سوبونزوده رهبر اگنتی اویات گرجدانی تاجیکستان روز 21 مای به رادیو آزادی گفت سه شرکت هواپیمایی روسیه سیبیر، اورالسکی اویالینی و یامال راضی شدند که سر از 22 مای نرخ چپته‌های پروازشان از تاجیکستان به روسیه از $500 بالاتر نمی‌فروشند. یک ماه باز بین اگنتی اویات گرجدانی و 4 شرکت روسیه به سر نرخ پروازها اختلاف ادامه داشت و اگنتی حتی مجبور شد که شرکت سیور نیویتر را به همین دلیل از حق انجام پروازهای چارتری محروم کند. به این شرکت اجازه دادند که تنها آن مسافرانی که الکی چپته خریدند به روسیه برساند و با همین به قول معروف تاجیکی بار و بخچه‌اش را جمع کند. اگنتی اویات گرجدانی تاجیکستان به سبب بلند نگاه داشتن نرخ‌هایشان شرکت سیبیر را هم چند روز از حق پرواز محروم کرد و به اورالسکی اویالینی و یامال هم هشدار داده بود که مواضع نرخ‌هایشان باشند. اکرام سوبونزوده در صحبتش به آزادی گفت الکی از 22 مای باید نرخ پرواز تا روسیه از $500 بالا نباشد. در صورت مشاهده نمودن حالت‌های از جانب نقطه‌های چپته فروشی به اساس بالا بردن نرخ چپته هواپیمایی از نرخ مقرر گردیده، شهروندان می توانند به رقم‌های باوری 236 53 34 زنگ زنند. مسافران هنگام خریدن چپته باید رسید طلب کنند و به پیشنهاد رسید چپته نخرند، گفت سوبونزوده. روسیه از 1 اپریل به انجام پروازها از تاجیکستان اجازه داد. بعد این ده‌ها هزار شهروندان تاجیکستان که یک سال باز به سبب پاندمی کرونا ویروس برای مردکاری به روسیه رفته نمی توانستند به کاسه‌های فروش چپته‌های پرواز فرو ریختند. شرکت‌های هواپیمایی با سوء استفاده از فرصت نرخ‌ها را چند مرتبه برداشتند. در نتیجه نرخ پرواز از تاجیکستان به روسیه تا 17,000 سومونی برای یک طرف خست. این ناراضگی سخت مردم را به بار آورد و اگنتی اویات گرجدانی تاجیکستان روز 22 اپریل نمایندگان همه شرکت‌های هواپیمایی روسیه را که حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه را داشتند دعوت کرد و به آنها 2 روز فرصت دادند که نرخ را پایان برند، وگرنه از حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان محروم کرده خواهند شد. شرکت‌ها این شرط را پذیرفتند، ولی بعد چند نرخ‌ها از نو به پرواز درآمدند. اکثر آنهایی که به روسیه می‌روند مهاجران کاری اند که روسیه منبع اساسی تأمین زندگی عائله‌هایشان است. سال 2020 که روسیه به دلیل کرونا ویروس مرزهایش را بست، انتقال پول از روسیه به تاجیکستان قریب $800 میلیون کاهش یافت و به سطح نیکوحوالی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان که پایبند پول‌های فرستاده عزیزان مهاجرشانند تأثیر منفی رساند. باز شدن مرز روسیه روی 100,000 طلبکار مهاجرت به روسیه را گویا گشود، ولی نرخ بلند چپته‌ها بخش اعظم آنها را از لحاظ مالیوی از امکان حتی به مردکاری رفتن محروم کرده است. حالا کم بغل دیگر حتی به مردکاری هم رفتن نمیتواند. میگویند با علم بسیار آنهایی که عزم به مهاجرت رفتن دارند ولی قوت اقتصادیشان برای خریدن چپته با این نرخ‌های سر به فلک نمیرسد.